پولا پس خونه ساز دو برابر مگه پول نمیخوای؟ چرا؟ بلنشو بیا به آدرسی که برات میفرستم. کشتی تو فردا صبح میرسه دبی. میدونه اگه بخوای منو بپیچونی چی در انتظارته که فردا الماس تو دستات رئیس. سارا گزارش فعالیت مشکوک تو کشتی شده. با الماس مخفیشون میره کمکی تو راهه. بله قربان. یحیی دیگه کارمون تمومه. خفه شو بابا، شرم من قلیلم نداره. آره مشخصه، برای همینی که برای دهم از اینجا رد میشی. بذار من تمرکز کنم. تو که میدونی من خوب کارم و بلدم. اینجا هیچ کی نیست، فقط خودم و خودتی. دیگه لازم نیست خجالت بکشی. بیا جلو، بیا. من تو رو میرسونم بالاخره به خونه. داری چه گویی میخوری؟ حول هم جنس باز پارت میکنم من. در روز رو آبیم تو کفم گو خودم. یه کونه منو میزنی بی ناموس. سودابه؟ یا کارت در اومد. بیارزه چطور تونستی اینقدر راحت الماسات دست بدی؟ مگه من بهت هشدار نداده بودم که اگه گند بزنی باید با برادرت خداحافظی کنی؟ نه خواهش میکنم رئیس، کاری با برادرم نداشته باش. فقط یه فرصت دیگه بده، قول میدم جبران کنم. رئیس 2 هفته بهت وقت میدم، یا با الماس میای پیشم یا با برادر بر همیشه خداحافظی کن. پیدات میکنم و باید تقاضا کاری که کردی و بس بدی. سلام شیخ همدان، چقدر دلم تنگت بود شیخ. سلام و مرز، بالاخره پیدا شد بی شرف. چجوری دلت اومد با احساس تو دختر من بازی کنی و دل نازکشو بشکنی؟ نازک؟ من غلط بکنم بخوام دل این مارش سر کوچولوی چیز نازنینمو بشکنم. من چیز رفته بودم، نه که تو دنیا هیچی نیست بتونه در حد و اندازه سونی جون باشه. براش پیشکشی حقیقی دارم. این بزرگترین الماس خاورمیانه، برای بزرگترین دلبر جزیره. داری چیه گوهی میخوری؟ عزیزم میدونم این لیاقتت بیشتر از ایناست، ولی با تمام عشق برات آوردم. وای یحیی مثل بابا میبینه نگفتن یحیی با همه فرق داره. به گاه رفتی. ببین کی تماس گرفته؟ سارا؟ همونی که تو راشیگاری رو دستش نیست؟ این دفعه چه گلکی تو کارته به من سنگ زدی؟ میدونم دکتر در حقت بدی کردم، ولی تو از خیلی چیزا بیخبری. من دیگه گلت تو رو نمیخورم مرمولک. باور کن به کمک نیاز دارم. آخرین باره که بهت اعتماد کردم و یادته؟ دکتر پای جون کوروش در میونه. میدونم اشتباه کردم، ولی تو رو خدا کمکم کن. کوروشو گرفتن. کی؟ رئیس. خب حالا چه کاری؟ دست من برمیاد. خب جای یکی رو برام پیدا کنی. حسن دختر خاله سودابه هم قراره با همون بیاد خرید عروسی. حسن آبروریزی نکنی یا یحیی تو که میدونی من اصلا دختر برام مهم نیست. سلام به بانو غلام جم، سگتم بانو تشویقی بدی دوتیکا میدم برات. آبرومو نبر حسن. دکتر شوخی میکنن عاطفه جان. جناب دکتر جان دکتر الان میام معاینت میکنم. معاینه برام چی بکنی؟ عاطفه جان اینجا نمیشه، بیا بریم مکتب. آقای دکتر ساکت شو که مش میاد تو رو. یادار اول به من دوستان نگاه کنیم یا لباس هرچی عاطفه خانم بگه. بله هرچی عاطفه خانم بگه. فرقی نداره. بریم دهنتو ببند تو رو خدا. حسن عاطفه کجا میری تو؟ نرو من به تو عادت کردم. تازه 30 ثانیه است تو دیدی. عاطفه اسم تو رو داشتم تتو کردم. تو بری من با خاطراتت کجا برم؟ جایی نمیخواد بره بابا، همین جاست با همین. خاک بر سر حولت. شما اول بری من
یه زنگ به جمیله باید بزنه. آره شما برین من عاطفه میاییم. گم شو برو بینم. حالا شیخ اسماعیل، بله عاطفه. شیخ اسماعیل یحیی برگشته. چی؟ یحیی؟ شیخ با یه الماس بزرگ اومده پیش سودابه، همه چی رو به راه شده. الانم با سودابه رفتن خرید عروسی. سودابه دیگه عاطفه کارش تمومه. الماس کجاست؟ اتاق سودابه. یحیی نمیذارم گیر اون سودابه تر بیفتیم. تو مال من یحیی. هنوز خبری از یحیی نشده؟ آب شده رفته تو زمین پدر. جانی اگه اون کس بشنگ بخواد منو دور بزنه همین سر گوست رو میبینی؟ بله میکنم چیز نگران نباش پدر، من پیداش میکنم. سارا پیداش کردم. جون سارا راست میگی دکتر؟ آره تو قش برات لوکیشن رو میفرستم. دکتر ممنونم ازت، جبران میکنم برم. کار تمومه بچه. بی ناموس فکر کردی میتونی با این مخ سودابه رو بزنی و بسی بیلعی من بخندی؟ کارت تمامه. چه تارک اینجا؟ شیخم عزیزم امسا خیلی میخوامه دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. بابای سودابه زیرابه میره. دلم برج خلیفتون میخواد شیخ. عزیزم شب شد کل بازار رو خریدی، بیا بریم خونه دیگه. خود بسن پول همه من برم بعد از سرک دیگه. عزیزم به خاطر خودت میگم دیگه، من دیسکم در بزن چطور عقب جلو کنم؟ توی عقب فرار کنیم. ماشین چطور عقب جلو کنه از جو پاک در بیاره؟ همین که این گفت عزیزم، چشم بازار رو کور کردی، بیا بریم دیگه. اون الماس رو تو خونه ول کردی، بیا بریم. اگه یه نفر بیاد اون الماس رو بدزده چی؟ کسی زن نداره دست خونه ناخده دسته بسه. یالله بیا هنوز خسارتو به دسته هم نخریدم. نریا برا کل انبار آرایش بداشی قشمم میخریم روی تو درست نمیشه. سودابه تو باید بری تراشکاری از نو بسازنت. سودابه اون دماغ که زیر پنهون کردی باید با سنگ فرز بتراشی تا اون درست بشه. سودابه یرحم فاطمه الصلوات. بالاخره پیدات کردم لاشخور. الماسو کجا قایم کردی دایوس؟ چرا این دفعه قد بزرگ شده بود شیخ؟ اینجا چی کار میکنی جمیله؟ کی اومدی؟ برو تا زنم ندیده. شیخ یعنی چی کی اومدی؟ پس من یه ساعت زیر کی بودم؟ میگم حال تو که کوچیک بود. وای عجب کن طلو پسون طلویی بود بی ناموس. شیخ همدان عجب گوشتی میزنه به بدن بی ناموس. کسا ساعت زندق پای ما هنوز محرم نیستیم. عزیز دلم من که گفتم ببخشی. لازم نکرده. فردا اول صبح بیا اینجا باید بره درگاه درزیه بخلی. چشم رو چشم. لااقل بیام داخل دستبوس شیخ. غلط کردم. حالا چی گویی بخوریم؟ سلام دافی جون، کجا بودین؟ همه وقت من همه جا دنبالت میگشتم. که دنبال من میگشتی؟ آها به مولا. این چیه دیگه؟ چرا اینقدر با خشونت عزیزم؟ الماس کجاست؟ الماس نگران نباش همینجاست. الماسم نیست. دیگه اینجا نیست. چی شده سودابه؟ الماس کجاست؟ الماسم باسا ببینم خانم کی باسا؟ خانومو ول کن بگو الماس چی شده؟ بگو ببینم تو دیدی که هست زن کتاب شوهر منی تو. شوهر مارمولکت به خودت. الماس کجاست؟ مارمولک با کی بود؟ با من بودن. چقدر شریف، چقدر با شخصیت. آفرین. بس گفتی با شخصیت؟ من کی گفتم؟ گفتی. خفشین ببینم. خودت خفشون. چی سودابه؟ من خففم؟ نه من خفشم. ای بابا ول بکنی الان. الماس چی شده؟ الماس؟ السلام علیکم شیخ، کیف احوالک؟ یه دونه گوهر ناب دارم برات، قیمت بده ببینم. آقا بیچه کچون مبارکت امشب اسکله میبینم. ای والا گود بای. شیخ همدان؟ مامان. بچه ها بچه ها؟ آبجی؟ زهر مار آبجی چی میگی شما؟ آبجی تو کجا بودی؟ از بچگی دنبالت میگشتم. تو الان فهمیدی خواهر داری چی میگی تو؟ اگه بدونی چقدر تو الان زج کشیدم از دوریت. چیز میزنی تو؟ هر شب با گریه میخوابیدم از دوریت. مامان اسم خواهرم چیه؟ سارا. سکینه. سارا
تو با انفاق زمانه ای سمیه چیزی هستی والا شارا. مامان کوروش کریم من داداش دارم. وای داداش کجایی داداش؟ سکینه مگه کریمو نسپرده بودم به تو کجاست پس؟ داداشم چی شده داداشم کریم؟ وای ساکت باش ببینم چیزی نشده جاش خوبه فقط باید الماسو بدم کوروشو چی کریمو بگیرم وای داداشم گروگانه. ساکت شو ببینم گروگان چی؟ خودم حلش میکنم اول باید الماسو پیدا کنم آره الماس. همون الماس آبی بزرگه؟ تا 2 ساعت پیش که اینجا بود همون شیخه که منو وایسا ببینم مامان تو اصلا اینجا چی کار میکنی؟ چیز ای وای من گوشیمو اینجا جا گذاشته بودم ول کن حرفا رو من میدونم الماس هست کیه آخ که با پول این الماس بله رو از شیخم دان و سودابه میگیرم. شیخ چقدر دیر کرد خدا کنه منو کسی نبینه.